بهترین متخصصان آمریکایی افسران خدمات نجات تاجیکستان را به عکس العمل در مناطق آلوده با پرتوهای رادیواکتیو و زهرآلودشوی کیمیایی و بیولوژی آشنا می‌کنند. هدف از این کورس ها اقدام های اولین درجه در مناطق آفت زده و مشخص کردن میزان خطر عنوان می شود. مهمتر از آن افسران آموزانیده می شوند که چگونه مردم را در حالت های فلاکتبار می توان نجات داد و خود نیز زنده ماند. برای پس نمودن خطری کارمندان اهالی با کوشش تلاش کنیم. راهبریت کمیته و این لابراتوری کمیته با اکثریت از طرف خارجی اسباب‌های حاضر زمان که با کمیته ما وارد گشته است و ما بسیار ترغیب با یک چند نویگری ها شناسیدیم. در تاجیکستان تا کنون چنین حادثه ها ثبت نشده است، اما با این وجود افسران به این درس ها اهمیت خاص می دهند، زیرا میگویند دانستن این معلومات برایشان مهم است. این آموزش ها همه ساله دایر می شوند و تنها در اینجا آنها می توانند درباره دستاوردهای جهانی عاید به زهرآلودشوی فضا و نجات اهالی در مناطق آفت زده اطلاع بگیرند. باید گفت که این سمیناری نخستین است و در نتیجه همکاری ها این چندین مرتبه شده است که این چنین سمینارها برپا نموده ایستاده ایم. در مدت 5 روز متخصصان تاجیک باید طرز کاربردی تجهیزات از جمله دستگاه ها برای مخابرات و جهاز چین‌کنی زهرآلودشوی فضا را که سفارت آمریکا در اختیارشان گذاشته است آموزند. متخصصان آمریکایی در عمل نشان دادند که چگونه باید از این دستگاه ها استفاده کرد. بجز این نجات دهندگان محلی درباره استفاده تجهیزات دیگر سوالی زیاد داشتند. درس خوب گذشت. تاجیکستان کشوری مهمان نواز است. در تاجیکستان یکی از منطقه های آسیب پذیر از لحاظ زهرآلودشوی ولایت سوغد است، چون در اینجا بیش از 55 میلیون تن پرتوهای رادیواکتیو نگاه داشته می شود. پرتوگاهی دیگر همگی در 50 کیلومتری از پایتخت کشور جای دارد. هرچند خطر آنها خیلی کم ارزیابی می شود، ولی به هر صورت وجود دارد. با توجه به نزدیکی افغانستان که در آنجا گروه‌های مختلف تروریستی فعالند، کسی نمی‌تواند استثنا کند که در آینده برای انجام عمل‌های تروریستی از سلاح کیمیایی و بیولوژی و چیرکین استفاده نشود.